که مثلا حرکت عبور میشه اینجور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ببینیم دین روز در مورد پاراگراف مسئله ما بود. پاراگراف براتون گفتم زمانی که چندین لاین با دیگر یک جا شوند، درست است، و آخرین نقطه با آخرین نقطه برسن و این تر بزنین و لاین جدید شروع کنین، این بالا از یک چی گفته میشه؟ یک پاراگراف گفته میشه، درست است. پاراگراف از خود فرمثال تنظیمات مختلف داره. بعضی کتابا شما دیدین که در پاراگراف ها فرمثال این قسم اشکال میمونن، این تک تک میمونن، فرمثال جای از این متن از این تک میمونن، اینا رو برام بولت میگن، ایکس میمونن، هر چیز میمونن. بعضی از پاراگراف هست که فرمثال شماره میمونن، شماره یک پاراگراف فرمثال یک نوشته میکنن، باز موضوع نوشته این قسم که خلاص نقطه زدن، باز چی میاد؟ دو میاد، باز دوره فرمثال تشریح داده فرمثال هم داخل برسه، باز فرمثال چی میاد؟ تنظیمات چه از پاراگراف است، چه رقمی فرمثال نوت میتین یا یعنی برای پاراگراف هایتون چه کنین تنظیمات میکنین، این رو ما چی میکنیم بحث میکنیم. ببینیم موضوع دین روز ما شگونه تانستیم یک سوالات فرمثال در مکتب جور کنیم. امروز بردام تشریح‌تر میتونه خواب ببینیم. یعنی خب این بخش یا این ورق چی ما بود؟ ورق این سوالات ما. ببینیم فرض کنین داخل اینمی چیزتون سوال ندارین یا هیچ چیز فرمثال نوشته نکردین، یعنی سوالاتون چی میکنین؟ پاک میکنین. و از این طرف هم چی میکنم؟ پاک میکنم. این موضوع داخل از این چی میکنم؟ پاک میکنم. خب کنترل زد اینجا کلیک میکنم، موضوعات از این انتخاب میکنم، پاک میکنم. خب اینم چی میکنم؟ پاک میکنم. خب ببینید این قسم جدول یک نفر به شما میگه که یک استلام بر مجبور کو. شما چه رقم استلام جور میکنین؟ یعنی این رقم استلام جور میکنین. دین روز براتون گفتم فرمثال من میخوام این جدول پاک کنم، لیاوت میرم و دیلیت تیبل. اول یک تکست باکس میگیرین، یعنی قسم تکست باکس، درست است؟ تکست باکس میفهمین که چه رقم تکست باکس میگیرن. میرین به انسرت، زمانی که انسرت رفتین چی میکنین؟ دراو تکست باکس یا اینمی تکست باکس میگیرین، دراو تکست باکس. سر دراو تکست باکس کلیک میکنین، یک تکست باکس به اندازه این ورقتون تا آخر ورقش میکنین، کش میکنین. صحیح است؟ این تکست باکس باز از خود اوتلاین داره. اوتلاین از را داخل از یک کلیک میکنین، فرمت کلیک میکنین، رنگ داخل از را نو میکنین، اوتلاین از را هم چی میکنین؟ نو میکنین. صحیح است؟ بعداً در داخل از یک کلیک میکنین، این قسم کلیک شد، میخواین یک استلام دارای دو کالم است. یکی فرض مثال سوال است، یکی چه است؟ جواب است. و دیگه عناوین از او. پس دو راو میشه و دو چی میشه؟ کالم میشه. میرین در کجا؟ انسرت میرین، انسرت که رسیدین تیبل میرین. در انسرت چی میرین؟ انسرت تیبل. چند کالم داره استلام؟ دو کالم. نوشته میکنین دو. چند راو داره؟ راو یکی عنوان اصلی ازی میشه، یکی تاش پایین ازی میشه، دو میشه. دوی در دو این قسم. باز پایینی ازی را گرفته ماوس خود روی نمی خط پایین ازی قرار میدین. ماوس اون که دو تقسیم شد، ماوس چپ محکم بگیرین تا آخر این قسم را چی کنین؟ کش کنین. این شد یک استلام. اینا میتونین از این طریق داخل از این ماوس چپ محکم بگیرین و این طرف از این کش کنین، خانه های از این انتخاب میشه. درست است؟ زمانی که خانه های از این انتخاب شد، دهم این طرف از این مین ایرا شیدینگ میگین، رنگ داخل این جدول تون میده. بعدن از این کلیک میکنین، هر رنگی که برای داخل از این جدول تون میدین انتخاب میکنین. خب متن در کجا باشه؟ وسط باشه. اندازه متن چقدر باشه؟ 14 باشه و بول باشه. بنال فرض مثال داخل از این نوشته میکنین، فرض مثال استلام. تب فشار میدین، از کجا مین؟ از این طرف مین. این حال از این طرف نوشته میکنین یا جواب نوشتم، جواب استلام فرض مثال نوشته میکنین یا هر چیزی که میه. این حال میتونید در پایین از این کلیک میکنین، فرض مثال در شفاخانه میبرین، شفاخانه و دکتر فرض مثال چیز براتون میده، نوشته میکنه، فرض مثال این طرف از این انتر میزنه، فرض مثال نوشته میکنه، یک استلام بر شما چی میکنه؟ نوشته میکنه. این پایین از این نقطه میتین، فرض مثال نوشته میکنین با احترام یا نوشته میکنین این قسم با
احترام فرض مثال نام دکتر چه میکنین نوشته میکنین هر کسی که هست ولادت. ولی باز فرض مثال جواب از این طریق نوشته میشه این چی میشه یک استلام. ولی یک موضوع دیگر را براتون کار کردم عبارت از سوالات بود. فرض مثال خیلی آسان به صورت آسان میتونین که سوالاتتون چه کنین داخل ازمی جور کنین. آموزشگاه شمس نگزاد بود، اسم داره از خود ولد. فرض مثال سوالات نوشته میکنین یک ورق از این چاپ فرض مثال جور میکنین را چاپ میکنین به چندین نفر. باز هر کدام از این اسم ولد خود صنف خود نمبر وزیری تاریخ خود نوشته میکنین. اول از طرف من سوال میره سوالات نوشته کنین را جوابات نوشته کنین. در این طرف کلیک میکنین. خوب متوجه باشین دینا روز براتون گفتم چگونه سوال جور میکنین اتومات دیگه نیاز نیست که خودتون جور کنین. درست است؟ زمانی که کلیک کردین درست است این پاراگراف از این نمبر است. این بولت شکل سر میخوانیم این نمبر است. سر نمبر از این کلیک میکنین در پایین از این چی نوشته شده define the new number یعنی مشخص کردن یک نمبر بعد مشخص کردن. سر از این کلیک میکنین. زمانی که کلیک کردین اینجا چی شده نمبر از این فرمت از این تعیین میکنین. یا فرض مثال اعداد میتین یا فرض مثال حروف الف با میتین یا فرض مثال حروف ابجد میتین یا ارقام رو میتین بغیر. میگم اعداد باشه نه خوب متوجه باشه. اعداد که دارین در داخل این نمبر یک کلیک کنین. زمان کلیک کردین اینال فرض مثال نوشته میکنین سوال. ببینید من سوال نوشته میکنم از کجا میاد؟ از چپ میاد. یا از راست چه رقم تیر میکنین؟ اروکی چپ کلیک میکنین. یعنی یک دفعه این نقطه را خب من از این طرف این نقطه را چی میکنین؟ پاک میکنین. نمبر انتخاب میکنین. من از این طرف کلیک میکنین یک این نقطه را چی میکنین؟ پاک میکنین. بعدن اروکی چی را کلیک میکنین؟ اروکی چپ. اروکی را چپ کلیک میکنین از این طرف میین. از این طرف که اومدین اول نوشته میکنین سوال. ببینید از راست باشه نوشته از چپ میشه. این از چپ انتقال میدین نوشته از کجا میشه؟ از راست میاد. سوال که نوشته میکنین دو نقطه میدین. دو نقطه میدین فرض مثال سوال چی میشه؟ سوال یک. نالی را چی میکنین؟ اوکی میکنین. زمانی که اوکی کردین ببینین چی نوشته شد؟ سوال یک. فرض مثال نوشته میکنین سوال یک کامپیوتر را فرض مثال تعریف نمایید. این سوال چی شد؟ اول اینا انتر میزنین سوال چمه؟ سوال دومه. ببینین سوال با این متن یک ذره چی داره؟ فاصله داره. فاصله از این چی رقم کم میکنین؟ روی اینمی سوال بالا فرض مثال اینمی طرف از یک کلیک میکنین. درست است؟ چه میکنین؟ کلیک میکنین. زمانی که کلیک کردین خطکش خود میبینین اینمی اندنت یا فاصله اینمی سوال با متن است. این از همینجا گرفته خوب متوجه باشین. ببینین چه رقم میکنین؟ با متن نزدیکتر میکنین تا که با متن چه شود؟ نزدیکتر شود. ولی فرض مثال پایین کلیک میکنین یک سوال دیگه نوشته میکنین. ببینین فاصله از این هم چه است؟ زیاد است. چه رقم میکنین؟ این طرف از یک کلیک میکنین. زمانی کلیک کردین یعنی اندنت از را گرفته اینمی بالای از را گرفته این طرف کش کنین. صحیح شد؟ یا نشد؟ از آخر از این کلیک میکنین یک انتر میزنین. انتر میزنین باز سوال دیگه می. اینا ببینین فاصله از این برابر شد نه؟ مثلا این سوال دیگه است انتر میزنی. این سوال چهارم است انتر میزنی. سوال پنجم است انتر میزنی. ششم، هفتم، هشتم، نهم بالاخره این آمد. این حال فرمسال دهم نیست. دهم انتر زدین دهم آمد. این را چه رقم پاک میشه؟ بک اسپیس فشار میدین چه میشه؟ پاک میشه. این حال این جوابات از را نوشته میکنین. از طرف جوابات از این یک کلیک میکنین. زمانی که کلیک کردین من پس در کجا؟ برای از این مثل این سوالات یک نمبر جور میکنین. سر از این کلیک میکنین. زمان کلیک کردین define نمبر کلیک میکنین. در define نمبر کلیک میکنین. ببینین این طرف از این چه رقم میکنین؟ خوب متوجه باشین. این سوال از این را چی میکنین؟ پاک میکنین. نوشته میکنین جواب که نوشته کردین اوکی میکنین. چی شد؟ یک. جوابی چی اومد؟ یک اومد. یعنی فرض مثال جواب یک کمتر را تعریف کنید. تعریف کمتر را نوشته کرده. یعنی تا زمان که انتر نزدین جواب بدون نمیاد چون که یک پاراگراف گفته میشه دیگه. درسته؟ ببینید فرض مثال من این جواب یک از این تکمیل شد نقطه میرم انتر دادم. اتومات چی اومد؟ جواب دو. نیاز نیست که خودتون از این نقطه میبره. ببینید پاراگرافتون اینمو جواب با اینمو پاراگرافتون کم فاصله داره. فاصله از این با چه رقم برابر میکنین؟ گفتم براتون در اول اینمی پاراگرافتون یک کلیک میکنین. اینمی اندنت بالایی نیره گرفته به چه کنین؟ نزدیکتر کنین. این مربوط چی میشه؟ این مربوط پاراگرافتون میشه. این مربوط سوال جوابی که در پهلوی ازمون گرفته میشه. میتونید که اینا را انتخاب کنین.
درست است. اینا رو فرض مثال انتخاب کنین، رنگ بعضی بدین، فرض مثال هر تغییر که سر از نام میدین رنگ برای از نام انتخاب میکنین. فرض مثال ببینید، فرض مثال ما اینا رو انتخاب کرده. زمانی که انتخاب کردین اینا رو میتونین که اندازه از چه کنین، ببینید بازار کنین، رنگم بر فرض مثال بر از این میدین. صحیح شد؟ این از این طرف. البته فرض مثال سوالات انتخاب کنین، یک دانه از این که انتخاب کردین میتون فرض مثال بعضی رنگ انتخاب میکنین، رنگ متن از این رو تغییر بدین، سرخ کنین، اندازه از این هم یک ذره چی میکنین، کلانتر میکنین. درست است. ببینین با متن این سوال با متن چه شد، فاصله گرفت. فاصله از این رو فرض مثال اینی تایی که از این کش میکنین، این طرف هم برابر میکنین، کل یک دانه ریزی برابر میکنم، باز در این طرف کلیک میکنین، این هم کش کرده، در این قسم انتخاب میکنین. درست است. هر کدام از این گرفته و یک ببینید این از این پیش آمد، نه این بالا کلیک میکنین، با دیگر چی میشه، نزدیک میشه. این طریق ساختن سوالات داخل چی هست، داخل کنتردان. ببینین در ساختن سوالات 4 جوابه ما دو نوع ساختن سوال 4 جوابه داریم. یکی به شکل عمودی است، یکی به شکل چی است، افقی است. فرض مثال من اینمی جدول از را پاک میکنم. درست است. و از یک تکست باکس هم اینجا میگیرم. خب متوجه باشین، تکست باکس چی میکنین، کلان میکنین، تکست باکس کلان میکنین، طرف از این داخل از این نوشته میکنیم. فرض مثال سوالات نوشته میکنیم، فرض مثال 4 جوابه. درست است. سوالات چی؟ 4 جوابه. دو نقطه میتین، تکست باکس رو انتخاب میکنین، اندازه از این چی میکنین، کوچک میکنین. از کجا باشه، از راست باشه، اندازه امی تکست باکس رو کوچک میکنین. درست است. متن انتخاب کنین، داخل در زیر از یک آوتلاین هم بدین. درست است. اینا فرض مثال ما در زیر از این کلیک کنم، دو دفعه که کلیک کردید ماوس تان در زیر از این میاد. درست است. فعلا ماوس بالاست، اگه میخوایم اینجا کلیک کنم ببینید کلیک نمیشه. دو کلیک کنیم، دو کلیک کنین در زیر از این چی میکنه، ماوس قرار میگیره. خب ببینیم فرض مثال من نوشته میکنم سافتویر با اجزای ذیل تقسیم شده هست. درست است. سافتویر با اجزای ذیل چی شده، تقسیم شده. این حال فرض مثال دو نقطه میدم، باز انتر میدم. انتر که دارم این حال جزای زیر نوشته میکنم. فرض مثال نوشته میکنم یک، فرض مثال نوشته میکنم 2 دسته، این حال انتر میزنم. خب متوجه باشین 3 دسته، فرض مثال 4 دسته و جز 4 فرض مثال هیچ نوشته میکنین هیچ کلام. اینه ببینید جزای زیر انتخاب میکنم. زمانی که جزای زیر انتخاب کردین این حال میتونین که سر نمبر از این کلیک کنین. زمانی که نمبر کلیک کردین این یک دانه بر از این چی میکنین، انتخاب میکنین. ببینید از خود چی پیدا میکنه، جز انتخاب میکنه. یا این رقم کنین. این سوالات مربوط چه شد، مربوط جز. اول سوالتون انتخاب میکنین، برابر میکنین. اول چیزتون جور میکنین، سوال. ببینید ما سر از این کلیک میکنم، انتخاب میکنم. زمانی که انتخاب کردین میین در این طرف از این کلیک میکنین. قبلا اگه ساخته باشین سر از این کلیک کنین. ببینید قبلا ما ساختیم اینجا آمد. اگه ساخته نباشه اینجا میرین در کجا، دفاین نمبر. در دفاین نمبر کد دوباره اینجا یک کلیک میکنین، یک نقطه را یک پاک کنین. باز ماوستون از کجا میارین، از چپ. این حال نوشته میکنین سوال 1. درست است. اوکی میکنین. سوال چه شد، سوال 1 شد. ببینین خوب متوجه باشین گپ داشتی است. فرض مثال من یه طرف از این انتخاب میکنم. فرض مثال نوشته کردیم سافتویر به چند دسته تقسیم شد. این حال انتر میزنم. زمانی که انتر زدیم میخوایم که جز از این نوشته کنیم، این سوال آمد. درست است. اینو جز از این چه رقم نوشته کنین. زمانی که سوال 2 آمد مستقیم برین در این بتن از این کلیک میکنین. زمانی که بتن از این کلیک کردین این پایین بالا از این نوشته شده change list level. لیول سطح میگن، یعنی از سطح اولی را تبدیل میکنن به سطح چی، دومی. یعنی این را از اصلی تبدیل میکنین به چیز، به جز از این چی رقم میارین. ببینید زمانی که سر چنج لیول کلیک میکنین از این طرف از این سوال است، این اصلی است، این چیز از این میشه، جز از این میشه. سر جز از این کلیک میکنین. ببینید این سوال از این اومد، این جز از این. یعنی میتونن فرض مثال نوشته کنین 2 دسته، اینا رو انتر میزنین چی اومد، بی.
خب 2 دسته دیگه 3 دسته انتر میزنین 4 دسته انتر میزنین مثلا نوشته میکنیم 5 دسته درست است 5 دسته نوشته کنیم. حالا زمانی که انتر میزنین یک هیده چون که معمولا سوالات ما دارای 4 جزء می باشه 5 جزء نمی باشه جزء پنجم آمد حالا چگونه میتونه که مستقیم به سوال تبدیل کنیم فقط نوشته نکنین داخل ازی مستقیم برین در اون بتن ازی کلیک میکنین در چی کلیک میکنین چنج لیول اما لیول خود دوباره چی را انتخاب میکنین اول انتخاب زمانی که من انتخاب کنم اتومات سوال چندم میشه سوال دوم میشه فرض من سوال دوم نوشته میکنم سوال دوم نوشته کردین انتخاب شد خلاص شد انتر که زنین با سوال 3 اومد میخوام که جزء از این حال نوشته کنم جزء از این با چه رقم نوشته کنین پس لیول از این چی میکنین تبدیل میکنین من سر اینمی بتن از این کلیک میکنین چنج لیول می لیول از این چه رقم انتخاب میکنین دوم انتخاب اول اصلی میشه دوم چی میشه فرعی میشه دوم از این تبدیل میکنین دوباره چی میشه لیول از این غیر یعنی با دوم لیول تبدیل میشه یا جزای از این نوشته میکنین یکی نوشته کنین انتر زدین اینم نوشته کردین چهارم نوشته کنین یعنی باز انتر میزنم باید اتومات چی بیاید سوال سوم بیاید میرین بتن نمبر از این کلیک میکنین در چی می چنج لیول خیلی آسانه چنج لیول از این کلیک میکنین دوباره چی انتخاب میکنین اول انتخاب میکنین سوال چندم شد سوال سوم شد این طریق نوشتاری سوالات به شکل عمودی است ببینین سوالات 4 جوابیتون 2 رقم نوشته میشه یکی به شکل عمود است یکی به شکل چی است افق است به شکل عمود از این میتونی از طریق خود سیستم برابر میشه ولی شکل افق از این را باز نمیتونی که فرض مثال هر انتر بزنی جزء از این انتخاب شه باز خودتون نوشته میکنین فرض مثال این سوالات جو به شکل عمودی از این بود ما میخوایم که سوالات چیز از این را جور کنم فرض مثال به شکل افقی از این را جور کنم خب اینا را پاک میکنم ببینید سوال 2 اومده فرض مثال ما سوال 2 من نوشته کنم خب متوجه باشین سوال 2 از این نوشته میکنم فرض مثال اسلام و نوشته میکنم ارکان اسلام و چند دسته زیل فرض مثال چه شده تقسیم شده است 2 نقطه میزنیم انتر میزنیم در حال زمانی که انتر زدین ببینید سوال دیگه آمده اینا نمیخوایم که سوال بیاره با جزء ازی بیاره جزء ازی را چی رقم باز تبدیل میکنیم اینجا میرین چنج لیول 2 کلیک میکنیم این حال چی شد هی آمد این حال نوشته میکنیم فرض مثال جزء اول ازی نوشته میکنیم 2 دسته این حال انتر نمیزنیم چی نمیزنین اگر انتر بزنین در کجا میین در پایین میین حالا فرض مثال یک انتر زدین غلط شد میخوایم که نه در پایین نیم دوباره در بالا برم چی رقم در بالا باک اسپیس فشار میتین پاک میشه 1 2 3 4 دوباره در کجا آمدین در بالا آمدین فرض مثال از پیش شما یک انتر داده شد تو غلط در پایین آمدین پس در بالا چی رقم میرین باک اسپیس فشار میتین در بالا میرین اینه چی رقم میکنین فاصله میتین باک اسپیس دیدین اون فاصله که هست کلان روی ماوس که هست اینا مورا فشار میتین فشار داده اینمی طرف از این حالا بی خود به خود از طریق سیستم نمیه مجبور است خودتون نوشته کنید چرا نوشته کنیم فرض مثال بی نوشته میکنین 2 نقطه میدین چه میدین بی نوشته میکنین زبان انگلیسی میکنین بی نوشته میکنین زمانی که بی نوشته کردین این حال یک نقطه را میزنم نقطه از کجا میاد از راست میاد از چپ چه رقمی را میارین زبانتون چی میکنین فارسی میکنین باز یک نقطه میزنین صحیح شد یا باز یک فاصله بدین باز نوشته میکنین 3 دسته یا باز نقطه چی فاصله بدین در بعد از بی چی است سی زبانتون انگلیسی که سی را فشار دارین زمانی که سی را فشار دارین دوباره زبانتون چی میکنین فارسی میکنین نقطه میتین تا که نقطه از کجا بیاد از چپ بیاد چون که فارسی از کجا نوشته میشه از راست به طرف چپ درسته این حال نوشته میکنیم فرض مثال 4 دسته باز در نقطه میتین درست است بعد از سی چه دی است زبانتون دوباره فارسی کرده این نقطه میتین نوشته میکنین چند دسته 5 دسته دیگه 5 دسته درست است چند دسته 5 دسته این حالی طریق نوشتاری چی رقمی سوال بود سوالاتی که 4 جوابایی که به شکل افق بود این حال ببینید من این تر میزنم
انتر زد اتومات چی شد؟ بی شد. چون که این جزء اول ما خودم ساختیم، چیزای جزئی دیگر ما خودم ساختیم. انا حالا اینا چه رقمی به سوال تبدیل میکنین دوباره؟ در کجا میرین؟ پس اونمو جای میرین. لیول کلیک میکنین، لیول چی را میرین؟ اول. لیول که مربوط سوال میشه کلیک میکنین. سوال چندم شد؟ سوم شد. این خیلی آسان است. چگونه میتونین که فرمسال سوالات به شکل عمود نوشته کنین، چگونه به شکل چی نوشته کنین؟ افق نوشته کنین. درست است؟ خب این شکل نوشتاری چه بود؟ نوشتاری سوالات که شما چگونه میتونین که این شکل سوال چه کنین؟ بسازین. درست است؟ داخل چهارخانه که میاره خود تیک کنین میگه سعیش تیک میزنیم خانه؟ چه قسمی خانه؟ یعنی مثلا دو دسته گرد اطراف از این چهار نه او چهار چی هست؟ خانه هست نه؟ سیستم کنکور. سیستم کنکور رو باز از خود بطن دارد. بطن از او را باز میخوانیم. این یک بطن داره. در فایل از این کلیک میکنیم. خوب متوجه باشین. من در کجا یک تب داره. تب از او را میرین. فعلا تب به نام تب دیولپر است. فعلا نیست. او را میرین از کجا؟ فایل کلیک میکنین. آپشن میرین. زمان آپشن رفتین این چی هست؟ کاستوم رایبان است. کاستوم رایبان که ببینید تب دیولپر غیر فعال است. این را فعال میکنین. اوکی میکنین. زمانی که اوکی کردین تب دیولپر می سر از این کلیک میکنین. زمان کلیک کردین ببینید اینجا چک باکس است. ما چک باکس کلیک میکنم. زمان چک باکس کلیک میکنیم اینجا تیک میاد. این یک تیک باکس هست میاد. درسته؟ کنترل زای میخوام که در کجا باشه؟ میخوام که اینجا باشه. سر از این کلیک کنه. مثلا این چی میشه؟ یعنی یک تیک باکس میاد. ببینید سر از این مثال کلیک میکنین. این اتومات این سیستمی است. اتومات یا دا ایجو ساخته میکنین. این را میسازین. سر از این کلیک میکنین. اتومات چی شود ساخته میشه. این طریق سیستم است. اگر خودتونم بسازین میشه. خوب متوجه باشین. چه رقم خودتون میسازین؟ در اینزرت کرافتین. درست است؟ این حال فرض مثال من خودم این سوال سوم است من خودم تنظیم میکنم. فرض مثال سوال سوم نوشته میکنین انواع انجیل را فرض مثال نام ببرید. درست است؟ انواع چی را؟ انجیل را نام ببرید. این حالی انتر میزنم. زمانی که انتر زدم میخوام که را به چی تبدیل کنم؟ به جز تبدیل کنم. درست است؟ میرین دوباره در هوم این را لیولش به چی تبدیل میکنین؟ این سوال است به چی تبدیل میکنین؟ به جز. درست است؟ این حالی را پاک میکنم. یک چیز کلیک میکنین یا جز چی میشه؟ پاک میشه. انزرت کلیک میکنین من شیپ. زمانی که شیپ بود اینمی خانه که هست نه؟ اینمی را گرفته اینجا یک کش کنین. این به این انداز. این را پوینتر کلیک کنین. این به این اندازه. این رنگ داخلی از این را چه کنین؟ نو کنین. ببینید با چی تبدیل شد؟ یک باکس تبدیل شد یا نشد؟ فرض مثال نوشته میکنیم. نوشته میکنیم فرض مثال 4 دسته. باز نقطه نقطه میدین. درست است؟ از این یک کپی میگیرین. اندازه از این میتونین یک ذره چه کنین؟ خردتر کنین. کنترل دی کنین از این. کپی از این بگیرین و در کجا میارین؟ یک کلانتر کنین باز میتونین را حرکت بدین. اینجا قرار میدین. درست است؟ اندازه از رو دوباره خرد میکنین. در پایین میرین. فرمسال نوشته میکنین 4 دسته. فرمسال نوشته میکنین 5 دسته. بالاخره همه تو نوشته میکنین نقطه نقطه شد. درست است؟ چاپ که میکنین باز میتونین چی کنین؟ تک کنین. یعنی این طریق هم میتونین. درست است؟ خب این طریق ساختنش بود؟ ساختن سوالات. خب بعد از این فرض مثال سوالات چی میه؟ سوالات 4 جوابه میه. تشریحی میه. سوالات تشریحی میه. فرض مثال من انتر میزنم. ببینین زمانی که انتر میزنم ماوس ما در کجاست؟ در این طرف است. بعد این طرف بیه. یک پاک کنین. یک بک اسپیس افشار کنین. در کجا میه؟ این طرف بیه. درست است؟ یعنی میخواین که به ادامه اینمو سوالات قبلی چی را بسازین؟ فرض مثال نوشته میکنین سوالات تشریحی. سوالات تشریحی دارای فرمسال 10 نمره.
درست است؟ انتر میزنین. حالا زمانی که انتر زدین اینا فرمسال سوال تشریح نوشته میکنین. فرمسال نوشته میکنین کمتر رو تعریف نمایید. کمتر رو چه کنین؟ تعریف نمایید. این حال چی رقم میکنین؟ میرین در نمبر، زمانی که نمبر رو میرین ببینید من یک نمبر برای میتونم. سوال چی شد؟ سوال 1 شد. نه این باید چی شد؟ به ادامه اینمون سوالات قبلی بیاد. چه رقم را به ادامه از اون میرین؟ فرمسال این سوال سوم است بعد اتومات سوال چندم میامد؟ سوال 4م میامد. این رو چه رقم میکنین؟ انتخاب کرده من این قسمت نمبر از این کلیک میکنین. در پایین از این نوشته ست نمبر ویلیو مقدار از را خودت تعیین کن. سر از این کلیک میکنی. زمانی کلیک کردی اینجا نوشته میکنی. از چند شروع شود؟ 4 شروع شود. صحیح شد؟ سوال سوم بود دوباره از چند شروع شد؟ از 4 شروع شد. میتونی که فرمسال میگم نه از 4 شروع نشد، فرمسال از 10 شروع شد. مقدار از این فرمسال خودتون چه کنید؟ 7 8 9 10 انتخاب کنین. اوکی میکنین. از کجا شروع میشه؟ از 10 شروع میشه. درست است؟ اگه میخواین که نه از 1 شروع شود من در ست نمبر خودتون میگم مقدار برازی میدین. اینجا نوشته کنین 1 برازی میدین. اوکی کنین. از چی شروع میشه؟ از 1 شروع میشه. به فرض مثال انتر میدین. سوال 2 میاد. جز از این را باز تشکیل میدین. کلیک میکنین و من در کجا در لیول چنج لیست از این جز 2 از این را فرض مثال کلیک انتر میزنین. انتر میزنین. انتر میزنین. سوال جز انتر میزنین جز، چون که سوالات معمولا دارای 4 جز است 5 جز نیست. جز 5 از این من دوباره اتومات با لیول از این چی میکنین؟ چنج میکنین. لیول سوال کلیک میکنین. سوال چند دوباره. صحیح شد؟ ساختن سوالات فهمیدین؟ این سوالات هستن. اینا رو باید چه کنین؟ کار کنین که خیلی مهم و با اهمیت هستن. خب دوستان ببینین یک موضوع دیگه براتون میگم. اینی چه هست؟ این بولت میگن. چی میگن؟ بولت میگن. بولت چرا میگن؟ بولت شکل میگن. این در چه موارد استفاده میشه داخل کمتر؟ این در بعضی کتابا شما را میبینین به خاطر جز استفاده میشه. فرض مثال چی رقم؟ من نوشته میکنم سافت ویر با اجزای خب متوجه باشین با اجزای ذیل تقسیم شده هست. درست است؟ سافت ویر با اجزای ذیل تقسیم شده است. یعنی انتر میزنین. فرض مثال نوشته میکنین یا انواع سافت ویر نوشته میکنم. فرض مثال نوشته میکنین سیستم سافت ویر. درست است؟ دیگه نوشته میکنین فرمسال اپلیکیشن سافت ویر. درست است؟ اپلیکیشن سافت ویر. دیگه فرض مثال نوشته میکنین زبانهای برنامه نویسی. درست است؟ اینا را انتخاب کرده خوب متوجه باشین. زمانی که انتخاب کنین یا نمبر بازین میتین. نمبر اگر بازین بدین نمبر میاد. این دلتون است. اگر فرض مثال میگم نمبر نباشه یک چیز دیگه در ست ببینین ست نمبر ولیو مین یا خود ولیو بر از این انتخاب میکنین یا در خود بولت بر از این شکل بر از این میدین. بولت انتخاب میکنین ببینین این بولت ها هستن. فرض مثال این جز است سوال است این جز ازی است. صحیح است؟ فرض مثال این سوال انتخاب میکنین سر از این کلیک میکنین من نمبر بر از این میدین. با سوالتون میتون نمبر بدین. ببینید این نمبر است. اینا با چی هستن؟ جزء است. اینا رو انتخاب کرده جزء رو میتون شکل ها بر. اینا نمبر هستن. میتون برای سوالتون نمبر میدین و این چی هست؟ شکل است. چگونه میتون برای جزءاتون چه کنین؟ شکل بدین. هر نوع شکل است. اگه میگین این شکل ها نباشه نن کلیک کنین چی میشن؟ گم میشن. اگه میگین که شکل ها باشه اینا انتخاب میکنین. در بعضی کتابا ماشم دیده نباشه ندیدین این قسم چیزا هست. این چیزا هست. درسته؟ در پایین من نوشته شده define new bullets است. در define new bullets بجای اینمی بولت ها میتونید پیکچر بانین. ببینین من پیکچر را انتخاب میکنم. work offline از داخل کامپیوترتون انتخاب میکنین. زمانی که انتخاب کردین من این تصویرتون هر جایی که باشه فرض مثال تصویر انتخاب میکنین این تصویر باشه اوکی میگین. انسرت کلیک میکنین اوکی میکنین. ببینین تصویر چی شد؟ اومد ولی خیلی چی نشون میده. خیلی کوچک نشون میده دیگه. درسته؟ اگه میگین که اورا اندازه از فرض مثال بزرگتر کنین یا چی باز از روی از این نشه. دوباره انتخاب میکنین میگم تصویر نباشه. هر شکلی که فرض مثال روی مربوط اینمی جزئیاتون نوشته کنین در کجا پیدا میشه؟ روی بولت پیدا میشه. اینا را بولت میگن. بولت شکل میگن. اگه میگین نمبر بدین اگه میگین نمبر حروف بدین یا ارقام و غیره دیگه چیز بدین از روی
این بدن کار کنین، چون این مربوط نمبر میشه. اگر میگین که برای جزایتون شکل بدین، از کجا استفاده میکنین؟ از بولت استفاده میکنین. بتن داره، در بتن نزدیک کلیک کنین، هر قسم بتن هست. اگر اینا دلخواه شما نبودن، در دفاین نمبر از این میتین یا پیکچر انتخاب کنین یا فرض مثال سمبول انتخاب کنین. سمبول هم میتونین. ببینید من سر سمبول کلیک میکنم. زمانی که سر سمبول کلیک کنین ببینید انواع سمبول هست. میخواین که سمبول تلفن بیارین اینجا. سمبول تلفن در چی بود؟ وندینگ بود نه؟ من وندینگ کلیک میکنم فرض مثال. وندینگ کلیک میکنم، سر وندینگ کلیک میکنم. ببینید شکل تلفن وندینگز 2 وندینگز 3 شکل تلفن چی شد؟ خب وندینگز 1 کلیک میکنم، باز این میره با بالا کلیک میکنم. ببینید شکل تلفن هست نه؟ اوکی میکنم، این اوکی میکنم. ببینید شکل چی میه؟ تلفن. میتونید که برای پاراگراف هایتون شکل های چی رو انتخاب میکنید. میتونید بجای اعداد شکل برای از انتخاب میکنید. اگر اعداد انتخاب کنید من در چی؟ نمبر میگم که فرض مثال شکل نباشه، جز باید حروف باشه. چی رقم میکنید؟ این حالی شکل نن میکنید. چی میکنید؟ نن میکنید. من نمبر بعضی میتین. سر نمبر کلیک میکنید. زمان که نمبر کلیک کنید define new format کلیک میکنید. میخوام که نمبر نباشه، حروف باشه یا ابی باشه. فرض مثال حروف الفبا یا حروف ابجد باشه. سر از این کلیک میکنم. زمانی کلیک کردین فونت از رو میخواین تغییر بدین. چه قسمی رنگ باشه برای از فرض مثال ببینید من میخوام که فونت از رو انتخاب میکنم. فونت چه رقم باشه؟ چون که فارسی از بیزر باید یا بیارش انتخاب کنم. درست است؟ رنگم برای از نابتم فونت کالر میگم چه رقم باشه؟ آبی باشه. اوکی میکنم. اوکی میکنم. ببینید نتونستین نمبر حروف تونستین. اگر از شکل فرض مثال از شکل استفاده کنین در کجا میرین؟ در بولت میرین. اگر از نمبر یا حروف استفاده کنین در کجا میرین؟ در نمبر. این نمبر و این نمبر با دیگر یکی هستند. این شکل های پیشرفته تر از این هر دو از یکی است. درست است؟ ولی باز چه هست این مربوط نمبر میشه، این مربوط چی میشه؟ شکل میشه. اگر میگین که روی این پاراگراف هایتون فرض مثال شکل میارین از بولت استفاده کنین، اگر نمبر استفاده کنین در کجا کلیک میکنین؟ در نمبر استفاده کنین. ساختن سوالات خیلی مهم است. این ساختن سوالات خوب بفهمین. درسته؟ خیلی آسان است. بعضی نفرا میگن که میتونن نوشته میکنین، سوالم خودشون نوشته میکنین، هر دفعه می سوال در بعضی جایزیم سوال ششم نوشته کنن، باز در پایینم نوشته میکنن، دوباره هم سوال ششم نوشته میکنن. خود به خود غلط میکنن. ولی این رو اتومات جور کنین، انتر بزنین برات میگه که نمی سوال سوم نوشته مربوط سوال سوم چگونه از سوال به جز تبدیل میکنین، چگونه از جز به سوال تبدیل کنین. این خیلی مهم است رو بفهمین. درست است؟ ببینیم موضوع بعدی شما این بولت بود، شکل بود، این نمبر بود، این نمبر است. این چی است؟ این موقعیت متن میگن. موقعیت متن میگه از کجا باشه. فرض مثال من بسم الله الرحمن الرحیم نوشته میکنم. هر چیزی که میگه نوشته میکنم. فرض مثال بسم الله نوشته میکنم. میخوام که بسم الله باید در کجا باشه؟ دوسط باشه. اینا چه رقم دوسط میارین؟ متن انتخاب گفتم براتون هر تغییراتی که سر متن میارین در برنامه ورد اول را چه میکنین؟ انتخاب میکنین. میخوام دوسط باشه. در کجا میارین؟ یعنی وسط کلیک میکنین دوسط میاد. میخوام اگر از چپ باشه چیزهایی که مثلا انگلیسی باشن معمولا از کدام طرف هستن؟ از چپ هستن. اگر فارسی باشه از راست هستن. یعنی موقعیت متنتون نشان میده. این موقعیت چی را نشان میده؟ موقعیت کرسرتون. درسته؟ موقعیت کرسر یا نوشتاری تون تغییر میده. ولی این موقعیت متنتون. درسته؟ اینا موقعیت متنتون تغییر میدن و این موقعیت نوشتاری تون. فرض مثال من انگلیسی نوشته کنم، نوشتاری انگلیسی از کدام طرف است؟ از چپ است. ما باید دایرکشن از کجا انتخاب کنم؟ از چپ انتخاب کنم. ولی این مربوط دایرکشن نمیشه، این مربوط متن میشه. یعنی متن کجا باشه؟ یا وسط باشه یا راست باشه یا چپ باشه. ولی فارسی اگه باشه معمولا از کجا انتخاب کنید؟ از راست. این دایرکشن خیلی مهم است در کتاب نویسی. دایرکشن فرض مثال دین روز براتون گفتم بعضیا فرض مثال کتاب فارسی نوشته میکنین. دایرکشن از چپ میمونن. اینا را موقعیت متن تغییر میدن. این رقم نکنین. اگر شما دایرکشن چپ انتخاب کنین، موقعیت متن تا فرض مثال راست انتخاب کنین، یک متن فارسی را نوشته کردین، فرض مثال یک اصطلاح چی انگلیسی آمد. زبان تغییر داره میخواین انگلیسی نوشته کنین، انگلیسی از کجا میاد؟ از چپ میاد. یعنی به این مشکل مواجه میشین شما. پس زمانی که هر دفعه که فرض مثال شما فارسی نوشته کنین، مهمترین چیزی که در کتاب نویسی است اینمی است. یعنی شما باید اگر فارسی نوشته کنین از کدام طرف باشه؟ از راست انتخاب کنین. از راست انتخاب کنین. این مهم
مربوط چی میشه؟ مربوط متن است که از کجا باشه. درست است؟ اگر از این طرف هم فرمسال فارسی نوشته میکنین یا چی نوشته کنین؟ فارسی نوشته میکنین، این رقم از راست به طرف چپ نوشته میشه. درست است؟ این مربوط متن، اما دایرکشن خیلی مهم است. اگر فارسی باشه همیشه ایر از کجا بانید؟ از راست بانید. یه آپشن هم داره این پایین؟ آپشن؟ نه آپشن نداره. لومه کوچک هست هم آخر؟ همی؟ پایین هستم. یکم پایین بی طرف. یه طرف؟ پایین آخر گوشه. یه طرف؟ نه دایی خود نرسیدیم. دایی جور کرده مانو باز دیگه خودش میاد. دایی جور کرده؟ یه هم کلیک میکنه این باز مربوط کتاب نویسی هم میشه و دیگه فرمسال الاینمنت ازی. فعلا اینی دایرکشن ازی است. دایرکشن اینمی دایرکشن بود. این باز الاینمنت باز مربوط متن تان اینمی است. این الاینمنت است، دایرکشن است. دایرکشن مربوط کرسر تان میشه، نوعیت نوشتاری تان میشه. درست است؟ و الاینمنت مربوط جای متن تان میشه که متن کجا نوشته شده، یا وسط نوشته شده یا چپ یا راست نوشته میشه. یعنی باز تنظیمات کلی ازی است. کل اینمی موضوعات داخل ای است. ببین این اسپیس است. یعنی اسپیس میگن. خب یعنی موقعیت متن تان است که را تغییر میدین از راست و چپ انتخاب میکنید. این هم خیلی مهم است. بعد از این در پهلوی از یک چیزی که به نام جاستیفای است. جاستیفای برابر میگن. چه میگن جاستیفای؟ برابر میگن. ببینید ما یک متن فرمسال یک کتاب شما نوشته کردیم. این قسم نوشته میکنین. حالا ببینید که چه قسمی آیا متن ازی با دیگر برابر میه یا نمیه. دو طرف متن ازی یک طرف ازی برابر میه، ولی یک طرف ازی ببینید یک طرف ازی فرمسال کوتاه‌تر است، باز پیشتر است، باز کوتاه‌تر است. اگر میخواین که برابر این متن تون دو طرف قرار بگیره، متن چه میکنین؟ انتخاب ایرا باز میخوانین، ولی در اینجا براتون میگم متن انتخاب میکنین. زمانی که انتخاب کردین اینجا جاستیفای است. سر جاستیفای کلیک میکنین، جاستیفای لو، جاستیفای میدیم، جاستیفای کلشون یکی است. جاستیفای لو انتخاب میکنین، ببینید متن دو طرف چی میشه؟ برابر میشه. نی کوتاه نی زیاد. متن دو طرف چی میشه؟ برابر میشه. اینا رو انتر میزنید، برنامه از این هم نوشته کنیم. فرمسال من یک نوشته میکنم. این فرمسال یک چیز نوشته کنیم. آیا پس پیش میره متنتون؟ نمیره، چون که را برابر کنین. این جاستیفای است. جاستیفای یعنی چی است؟ برابر. این طرف از چی است؟ اسپیس. اسپیس چی است؟ فاصله. چه قسمی فاصله؟ فاصله میان اینمی لاین هایتان. فرمسال لاین اول با لاین دوم چقدر در وسط فاصله داشته باشه. کوچکترین فاصله در کامپیوترتون 1.5 چند است؟ 1.5 است. 1.0 هم است، 1.5 است، کوچکترین 1.5 است. خب فاصله میان این دو دانه را چه قسمی تعیین میکنیم؟ فرمسال اینی پاراگراف ما است. خیلی باید دیگر نزدیک هستند. میخوایم که فاصله بین پاراگرافشون یک ذره بزرگتر یا وسیع. فرمسال یک استلام نوشته میکنیم. استلام نوشته میکنیم، فاصله ببینیم فاصله متن ها خیلی چه است؟ خیلی باید دیگر نزدیک است. چه قسم رو یا ورقه درخواستی نوشته میکنین، یعنی متن انتخاب میکنین. زمانی که متن انتخاب کنین این طرف از این اسپیس است. اسپیس کنین کوچکترین از این 1.0 1.15 انتخاب میکنین، 1.5 انتخاب میکنین، 2.5 انتخاب میکنین، 3. ببینید این فاصله میان چی است؟ فاصله میان این خط ها است. کوچکترین از این چی است؟ 1.0 است و با اینمی تو چی شده میره؟ بزرگتر شده میره. این باز نظر به دلخواه خودتان میدین. این دارگی توسط خود شرکت است. اگر شما میگین بزرگتر انتخاب کنین، لاین اسپیس انتخاب کنین، اینمی جو میاد. نه مربوط اینمو میشه. این دیگه ها نه، فقط اینمی. لاین ازر انتخاب میکنین، فرمسال لاین ازر انتخاب میکنین، سی. اوکی میکنین، این کجا میره؟ هر متن یا هر لاین ازی با دیگر چقدر فاصله دارن؟ 30 سانتی متر با دیگر فرق دارن. چند سانتی متر؟ 30 سانتی متر. یعنی خودتان تعیین میکنین. اگر فرمسال از طریق خود سیستم انتخاب میکنین 1.0 1.15 باز استاندارد است، یا 1.0 استاندارد است، کوچک است. 15 هم چه است؟ زیادتر 1.5 میگیرن. درست است؟ خب اینا چی هستن؟ ما 1.5 انتخاب میکنم. خب یعنی سر از این کلیک میکنین، این نوشته شده had space before paragraph. فاصله را قبل از پاراگراف میگه. یک چی میکنه؟ برای پیدا میکنه. قبل از پاراگراف اینمی یک پاراگراف است. قبل از این چی است؟ اینمی جو است. فاصله از این میگه. ببینید had space یک فاصله را میگه ایجاد میکنه قبل از
پاراگراف. ببینید من فعلا سر از این کلیک نمیکنم. ببینید ماوس خود زمانی که سر از قرار بدم اوشتون سر پاراگراف تون باشه آیا حرکت میکنه؟ اینجا یک فاصله میگیره یا نمیگیره؟ میگیره نه؟ این فاصله قبل از پاراگراف را گفته. درست است؟ و هیچ است remove space after. این فاصله را از بین میبره. اگر فاصله اینجا مگه باشه این فاصله را چی میکنه؟ از بین میبره. فرض مثال این فاصله را از بین میگیریم. یک فاصله با وجود اومده. اگر میگین که این فاصله از بین ببرین remove کنین و از بین. این فاصله بیز و فرض مثال در کجاست؟ افتر بعد در کجاست؟ در لاین اسپیس از این میرین. این است. یعنی افتر مربوط چی میشه؟ مربوط اینو میشه. افتر بعد از پاراگراف فرض مثال شما انتخاب میکنین چقدر است. فرض مثال ببینید بالا فرض مثال انتخاب میکنین. این چی میشه انتخاب اوکی میکنین. ببینید فاصله افتر بعد چی بی فور است و بعد چی است؟ این افتر است این بی فور است. فهمیدین؟ این مربوط چی میشه؟ مربوط پاراگراف دار میشه. خب اینا ایندنت هستن. چی هستن؟ ایندنت است. ببینید دوستان در کتاب نویسی ما شما دیدین یا ندیدین همیشه لاین های اول هر پاراگراف یک ذره فاصله داره. یک ذره چی داره؟ یک ذره فاصله داره. فرض مثال شما یک کتاب نوشته میکنین در مونوگراف نویسی که میایین ما مونوگراف نویسی رو میخوانیم باز در خود مونوگراف ببینید زمانی که یک پاراگراف شما نوشته میکنین فرض مثال یک عنوان است در مورد اسلام. در مورد چه است؟ در مورد اسلام. یعنی عنوان بغلی میگن. فرض مثال یک عنوان وسطی است فرض مثال نوشته میکنین اسلام و اهمیت آن. درست است؟ یعنی عنوان چی میگه؟ عنوان وسطی میگه. عنوان چی میگه؟ عنوان وسطی میگه. ولی این عنوان چی میگه؟ بغلی میگه. باز عنوان بغلی تشریح میکنیم. فرض مثال یک فاصله یعنی پاراگراف از این میگه. یعنی پاراگراف از این یک ذره فرض مثال فاصله از اینجا شروع میشه. از اینجا که شروع شد ختم به این طرف آمد اینو باز از این طرف اتومات از این طرف میاد. یعنی ایندنت میاد در پاراگراف در لاین اول پاراگراف براتون چی میده؟ فاصله میده. یعنی این را بنام چی میگن؟ ایندنت میگن. یعنی اگر فارسی باشه از طرف راست ایندنت میده، اگر پاراگراف فرض مثال انگلیسی باشه از طرف چی براتون ایندنت میده؟ از طرف چپ. حالا فرض مثال میره من انتخاب میکنم. فرض مثال یک پاراگراف است. در اول از این کلیک میکنین. زمان کلیک کردین یعنی طرف از این مین ایندنت انکریز دکریز سر از این کلیک میکنم. سر از این کلیک میکنیم ببینید این چیزی تا از طرف چی میشه؟ یعنی فرض مثال پاراگراف اول تا یک ذره چی میگیره؟ فاصله میگیره. ببینید چی گرفت؟ فاصله گرفت. درست است؟ اگه انگلیسی باشه از این طرف از این کلیک میکنیم باز فاصله ایندنت میدین. فاصله از این کجا میاد؟ از این طرف میاد. یا این دو موضوع ازی به خاطر عنوان استفاده میشه. فرض مثال یک عنوان نوشته میکنیم فرض مثال اسلام و فرض مثال اهمیت آن در جامعه. درست است؟ ببینید این انتخاب میکنین بولد میکنین اندازه زیر بزرگتر میکنین در وسط قرار میدین. زمانی که در وسط قرار میدین میخوایم که یک طرف اگر میخوایم که طرف چپ حرکت کنه این میره کلیک کنین باید انتخاب شود. چرا انتخاب نمیره؟ این طرف راست فارسی است از طرف چپ انتخاب میکنین در کجا میره؟ طرف راست میره. میخوایم که طرف چپ بره کرسر چی را یعنی علامه ای که فرض تیری که از راست به طرف چپ است این میره کلیک کنین. ببینید در کجا میره؟ طرف چپ میره. اگر میخوایم دوباره طرف راست بره از کجا کلیک میکنین؟ این از این کلیک کنین. صحیح شد؟ یعنی طرف از فرض مثال میخوایم که از اینجا به طرف وسط تر انتخاب شو یا حرکت کنه این طرف از این کلیک کنین. اگر میخواین که از چپ به طرف راست باشه یعنی متنی که در راست است میخواین که او را در وسط بیارین یا از این طریق را در وسط بیارین یا اینمی وسط کلیک کنین. خود اینمی وسط کلیک کنین در کجا میاد؟ در وسط میاد. فهمیدین؟ این عنوان یا مربوط اینمی پاراگراف تان میشه که متن یا اینمی عنوان تان چگونه انتخاب میتین داشتید طرف راست و چپ. فهمیدین؟ فرض مثال یک عنوان دیگه نوشته کردم اسلام. این حال میتونین که سر وسط کلیک کنین در وسط میاد. درست است؟ یا یعنی ایندنت که طرف الان تیر ازی به طرف چه از چپ است کلیک کنین در وسط نمیاد میاد دیگه.
درست؟ این از این طرف هم میتاریم. این ایندنت است، یعنی چی است؟ ایندکس است که روی ایندنت یعنی فاصله میته براتون. فاصله از طرف اگه فارسی باشه از طرف راست به طرف چپ، اگه انگلیسی باشه از چپ به طرف چه میه؟ از چپ به طرف راست میه براتون. درست است؟ این چی میشه؟ مربوط پاراگراف تا میشه. خب این موضوع را براتون گفتم. این دایرکشن است، یعنی موقعیت تکستتان یا متن است از طرف راست و از طرف چی؟ از طرف چپ است. یعنی سورت است. سورت رو میخوانیم. سورت چی است؟ سورت تو یعنی چی است؟ یکی سورت است، یکی دیگه باردر است و دیگه شیدینگ است. این سی موضوع داخل یک جا کار میشن، رو باز براتون کار میکنم. درست است؟ این امروز بس است درس ما یا ادامه میدیم؟ اما کلام خطی که داده هستیم اما ما آورده هست کدام خط؟ اسمی ورد تزیرش امیره؟ امیره داده نتونستین؟ ببینیم در ریکورد نگفتم برات. ریکورد بودم؟ خیلی باش چرا نمیتونین؟ کمتر تان پیشتان است؟ پیش ما هستم گل میشه نمیتونم چی یاد دار از بطریش هست؟ خب